سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. اومدیم به جلسه دوم حل تست‌های مربوط به معادله درجه دو. خب سوال داریم، گفته به ازای کدام مقادیر m معادله درجه دوم m منهای 6 در x به توان دو منهای دوم x منهای 3 مساوی با 0 دارای دو ریشه حقیقی منفی است. خب اول باید شرط ها رو بررسی کنیم، ببینیم در چه صورتی یه معادله دارای ریشه حقیقی هست و منفی هم باشه. شرط اول دلتا بزرگتر از صفر. درسته، دلتا باید بزرگتر از صفر باشه تا دارای دو ریشه حقیقی باشیم. میشه b2 منهای 4 آ3 دلتا. خب میشه 2m2 منهای 4 در m منهای 6 در منهای 3 بزرگتر از صفر. خب ضرب رو انجام میدیم، میشه 4m2 به اضافه 4 در 3m منهای 18 پرانتز بسته بزرگتر از صفر باشه. خب دوستان دقت بکنید، اینجا ما ضریب‌های A B C ما معلومه، درسته؟ خب برای اینکه بیایم ساده کنیم این معادله رو تقسیم بر 4 میکنیم، میشه m به توان 2 به اضافه 3m منهای 18 بزرگتر از صفر. خب پرانتز باز m به اضافه 6 در m منهای 3 بزرگتر از صفر. از اتحاد جمله مشترک اومدیم اینو حل کردیم، درسته؟ که ضربشون بشه منهای 18 جمعشون بشه مثبت 3. خب یکی از ریشه های ما میشه 3، یکی میشه منفی 6. اگه تعیین علامت بکنیم m ما یکی بزرگتر از 3 یکی کوچکتر از منفی 6، یعنی در این جاها علامت ما بزرگتر از 0 و مثبت است. خب شرط دوم رو بررسی میکنیم. شرط دوم چیه؟ اگه دارای ریشه حقیقی منفی باشه یعنی جمع ریشه ها چی میشه؟ درسته، کوچکتر از صفر میشه، منفی میشه، یعنی منفی بی آم کوچکتر از صفر میشه. خب حالا ما میایم منفی بی آم رو حساب میکنیم. بی ما ضریب چیه؟ x، درسته؟ میشه چی؟ میشه 2m بر روی آی ما چیه؟ m منهای 6 کوچکتر از صفر. خب بچه ها اینو ما توی فصلهای بعد با هم دیگه بررسی میکنیم توی نمودار سهمیا، درسته؟ برای تعیین علامت میشه در جاهایی که m بزرگتر از صفر باشه و کوچکتر از 6 باشه معادله ما دارای جواب کوچکتر از صفره، یعنی علامت منفیه. خب میایم شرط سوم رو با هم دیگه بررسی میکنیم. شرط سوم ما چیه؟ بله، هنگامی که ریشه ها منفی باشه ضرب اونا چیه؟ منفی در منفی میشه مثبت، یعنی سیاهم بزرگتر از صفر مثبته. خب این شرط رو با هم دیگه بررسی میکنیم. سی ما اینجا چنده؟ بله منهای 3 بر روی آی ما بود چی؟ m منهای 6 بزرگتر از صفره. در چه صورت این کسر بزرگتر از صفره؟ وقتی که چی؟ m منهای 6 یعنی پایینی ما منفی باشه، منفی در منفی بالا میشه مثبت، میشه m کوچیکتر از 6. خب حالا ما جواب از ما خواسته، میایم چیکار میکنیم؟ باید اشتراک بگیریم، یعنی اشتراک این جوابها رو حساب بکنیم. خب بالا داریم m بزرگتر از 3 یا m کوچکتر از منهای 6، پایین داریم m بزرگتر از 0 کوچکتر از 6، پایینم که آوردیم چی؟ m کوچکتر از 6. اشتراک اینا رو بخوام حساب بکنیم میشه m بزرگتر از 3 و کوچکتر از 6. پس جواب معادله ما گزینه 4 میشه. بله کاملا درسته. خب سوال بعد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. گفته به ازای کدام مجموعه مقادیر m معادله درجه دوم x2 به اضافه m منهای 2 در x به اضافه m به اضافه 1 مساوی با 0 دارای دو ریشه حقیقی و مثبت است. خب در چه زمان دارای ریشه حقیقی؟ دو ریشه حقیقی، بله دلتا بزرگتر از صفر باشه. اولین شرط ما پس چی بود؟ دلتا بزرگتر از صفر. حالا ریشه ها مثبت هم باشه. خب این شرط هم باید چی کنیم؟ بررسی کنیم. پس یه بار دلتا بزرگتر از صفر، شرط بعدی چی؟
مثبت باشه ریشه ها. خب اگه مثبت باشه چه رابطه‌ای میتونیم بین ریشه ها برقرار کنیم؟ جمع ریشه ها مثبت میشه. اگه ریشه ها مثبت باشه جمع ریشه ها مثبته، یعنی منفی ب بر روی آ مثبت بزرگتر از صفره. خب اینجا ب ما چنده؟ ضریب x ام منهای 2 منفی ب بر روی آ، پس میشه منفی ام منهای 2 بر روی آ. آی ما چیه؟ ضریب x میشه 1. درسته؟ خب میخوایم الان اینو حل کنیم. میشه چی؟ ام منهای 2 درسته کوچیکتر از 0. چرا؟ برای اینکه علامتش عوض شد. اومدیم چیکار کردیم؟ توی منفی ضرب کردیم. خب پس میشه m کوچیکتر از 2. شرط بعدی چیه؟ ضربش اگه دوتا ریشه مثبت باشه ضربشون هم مثبته، یعنی c بر روی a بزرگتر از 0. c ما اینجا چیه بچه ها؟ ببینید m به اضافه 1 مجموعه خودش میشه c، میشه m به اضافه 1 بر روی 1 بزرگتر از 0. از اینجا میشه چی؟ m بزرگتر از منهای 1. خب بیایم دلتا هم برای این حساب کنیم. دلتا چی بود؟ ب2 منهای 4 آ3. بله دلتا مساوی است با ب2 منهای 4 آ3. باید بزرگتر از 0 باشه. میشه m منهای 2 به توان 2 منهای 4 در m به اضافه 1. خب آی ما هم که بود چی؟ 1. خب بزرگتر از 0 باشه. میشه m به توان 2 منهای 4m به اضافه 4 منهای 4m منهای 4. ضرب انجام دادیم. درسته؟ حالا میایم چیکار میکنیم؟ سادهش میکنیم. میشه m به توان 2 منهای 8m بزرگتر از 0. خب دوستان دقت بکنید، میخوایم اینو تعیین علامت بکنیم. درسته؟ خب در چه صورت بزرگتر از 0؟ که m بزرگتر از 8 باشه یا m کوچکتر از 0 باشه. در این صورتی که m به توان 2 منهای 8m بزرگتر از 0. خب اشتراک این جوابا رو پیدا میکنیم. بالا ببینید m کوچکتر از 2 و بزرگتر از منهای 1، پس میشه m بزرگتر از منهای 1 کوچکتر از 2 باشه. خب پایین چی میشه؟ پایین میشه چی؟ m کوچکتر از 0 و بزرگتر از منهای 1 باشه. اشتراکش رو حساب کردیم شد m بزرگتر از منهای 1 و کوچکتر از 8 باشه. پس جواب ما میشه گزینه 1. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. سابسکرایب یادتون نره.